اگه دنبال یادگیری کاربردی و آموزش صحیح و دقیق و نکته به نکته جوشکاری پلاستیک هستی، این ویدیو رو از دست نده. به اولین ویدیو از ویدیوهای کانال جوش نوین خوش اومدید. قبل از هر چیزی سابسکرایب و دکمه زنگوله فراموش نشه. از این لحظه به بعد شما عضوی از خانواده کانال جوش نوین هستید. اینجا تصویری از یک جنایت رو مشاهده میکنید. تانکر پلاستیکی رها شده، ترک خورده، مظلوم در گوشه ای از زندگی. همه گفتم بندازید دور، ولی نه. مرد تو زنده میشی، باید زنده و سر پا بشه. یا سپرمون دستشو میماله به گوشه ستون، میگه من تموم شدم. نه، تو باید پاشی. اینقدر گفتم بندازش دور، دیگه اومدیم تو کارش. گفتیم اینو درست کنیم، یه روحی بهش ببخشیم. منتظر قسمت‌های بعدی 0 تا 100 جوش پلاستیک باشید. به خدا میسپارمتون.